بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این جلسه میخوایم قسمت دوم داستان عباد ابن بشر رو خدمتتون ارائه بدیم. اگه بیاد داشته باشید گفتیم جوان تر و تازه و پاک و مؤمنی که از همون ابتدای ایمان در مدینه ایمان رو پذیرفت و به گونه‌ای قرآن رو تلاوت میکرد که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رو به ام المؤمنین عایشه کرد. گفت این کی داره تلاوت میکنه؟ گفت عباد ابن بشر. و این مثل اینکه تازه داره جبرئیل بر پیامبر این قرآن رو تلاوت میکنه. پیامبر گفت خدا رحمتش بکنه و اشاره کردیم پیامبر از جنگ بنی رقاب برمیگشت و بالاخره در یک تنگه‌ای اونجا بخواستن استراحت کنن شب رو تا صبح بگذرونن که برگرد از خستگی در کرده باشن، بیرون شده باشه خستگی از تنشون و بتونن راه رو ادامه بدن. گفت چه کسی پیامبر امشب نگهبانی میده؟ عباد ابن بشر به همراه عمار ابن یاسر. گفتن یا رسول الله ما این کارو میکنیم. خب این گفتیم دو شخصیت هایی هستند که پیامبر بین این دوتا برادری برقرار کرده بود در مدینه. خب اینا رفتن در موقعیت نگهبانی قرار گرفتن که دید داشته باشن به منطقه، در میشه گفت دهانه اون تنگه منطقه‌ای که اونجا حضور داشت. خب عمار گفت من میخوام بخوابم، نیمه اول شب رو من میخوابم، نیمه دوم شب رو تو بخواب. خب عباد ابن بشر گفت باشه تو این کار رو انجام بده. این بود که عمار خوابید در یک فاصله، بالاخره در موقعیتی فاصله داشتن با هم اندکی و عباد ابن بشر نگهبانی میداد. خب طاقت نیاورد، گفت حالا که اول شب هست و بالاخره بذار من هم که دارم نگهبانی میدم در ضمن نماز هم بخونم و تلاوت قرآنی هم داشته باشم. مشغول نماز شد، رو به قبله بالاخره ایستاد و شروع کرد به نماز خوندن و از اون ورم خب در نماز آیات الهی رو تلاوت میکرد و غرق تلاوت این آیات بود. در یک چنین شرایطی که این غرق مشغول تلاوت و خوندن آیاتی از سوره کهف بود، بالاخره چنان فرو رفته بود در این معانی، در لذت‌های این، که این متوجه نشد که دیگه چه اتفاقی داره میفته. اون شخص عرب که مشرک بود و به دنبال انتقام بود از دور مسیر راه رو دنبال کرد، راه رو دید بله یک شخص اونجا جلوی دره وایساده. فهمید که همین شخصی که اینجا وایساده اینجا احتمالاً محلیه که پیامبر باشه. گفت خب من این شخص رو میکشمش دیگه، حداقل یه کاری رو انجام دادم. در همون تاریکی شب که از فاصله دور تیرانداز ماهری هم بود، تیری پرتاب کرد به طرف عباد ابن بشر. حالا عباد در حال نماز و تلاوت قرآن بود. تیر اولی که بهش اصابت کرد تیر رو از بدنش کشید، اما چنان غرق لذت تلاوت قرآن و عبادت بود نخواست نمازش رو قطع کنه. اون شخص تیر دوم رو پرتاب کرد، تیر دوم رو هم این از بدنش کشید بیرون با اون همه دردی که داره. اصلا تصور بکنید تیر به صورت یک پیکانی هست، نوکش تیز، عقبش به صورت تقریبا مسطحه. وقتی این کشیده میشه گوشت رو پاره میکنه، اندازه ای که تیر به بدن فرو میره آسیب نمیزنه وقتی مگر به اندازه‌ای که باز اینو خارج میکنی از بدن. خب تیر دوم رو هم کشید و همچنان به نمازش ادامه داد تا اینکه اون شخص تیر سوم رو به طرف عباد ابن بشر پرتاب کرد و دیگه حالا بدنش ضعیف شده بود. نمازش رو قطع کرد، خودش رو تقریبا به صورت سینه خیز رسوند به عمار ابن یاسر و اون از خواب بیدار کرد. گفت من تیر خوردم، بدنم زخمیه، یک کسی به ما این وقت شب حمله کرده. عمار نگاه کرد و بلند شده اطراف. اون شخص ها متوجه شد که نه، مثل که این تنها نیست، کسی دیگه هم هست. گفت حالا من که تیرها رو زدم و گذاشت و فرار کرد. عمار رو به عباد ابن بشر کرد این چه کاری بود که تو کردی؟ تو چند همون تیر اولی که خوردی من رو خبر نکردی؟ گفت حقیقتا خیلی لذت می بردم از نماز و تلاوت قرآن و با خودم گفتم که این نمازم رو قطع نکنم و اگه ترس از این نبود که من مسئولیت دارم و نگهبان هستم در اینجا و خطری برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و یارانش نبود، من حتما اینقدر ادامه میدادم این نمازم رو تا اینکه بمیرم، و چون دستور پیامبر بود. در هر صورت این یک تصویر از تصاویری است که در مورد عباد ابن بشر داریم که همه کتب حدیث و این تاریخ این رو نقل میکنن. اما میخوایم تصویر دیگری رو از ایشون ببینیم، تصویری رو که در زمان ابوبکر صدیق رضی الله عنه هست. بدونید که زمانی که ابوبکر به خلافت برگزیده شد،
مصادف شد با شورش‌هایی درون سرزمین حجاز و کسانی که دوباره از اسلام برگشتن، سرباز زدن و شروع کردن به قتل عام مسلمانان رو و برهم زدن امنیت اون سرزمین و کشتارهای وسیع رو شروع کردن در قبایل متعدد، که یکی از این موارد اشارهمون یادتون باشه داستان مسیلمه کذاب هست که ادعای پیامبری کرد. خب در این زمان در یک چنین شرایطی حضرت ابوبکر صدیق سپاهی رو آماده کرد تا برای مبارزه و مقابله با مسیلمه کذاب حرکت کنند به فرماندهی خالد ابن ولید. خب در تلیعه این سپاه عباد ابن بشر حضور داره. این قاری قرآن، این تلاوت کننده قرآن، این عبادت کننده در شب و روز، میشه گفت این انسان نیک و صالح در تلیعه این سپاه بود. اگر یادتون باشه در تاریخ این جنگ با مسیلمه کذاب اشاره شد که خیلی نیروهای قوی بودن، نیروهای بنی حنیفه، و در چند روز اول میشه گفت به شدت آسیب دیدن مسلمان ها. حتی چیزی نمونده بود که دیگه فرض کنید خود خالد ابن ولید به شهادت برسه. خیمه خالد ابن ولید رو تونستن اون کمپ یا اون خیمه فرماندهی رو حتی بکنن اینها. ولی در روز بعد داستان دیگری رخ داد که نقش عباد ابن بشر در اینجا کاملا روشن و واضح هست. خب نگاه کنید، قبل از اینکه نقش عباد ابن بشر رو ما در این جنگ ببینیم، درست شب قبل از حادثه عباد ابن بشر خوابی میبینه. خواب میبینه که آسمان شکافته شد و این رفت از این شکافی که در آسمان پایین پیدا شد رفت داخل آسمان و آسمان بسته شد، یعنی درهای آسمان همه بسته شد. صبح که شد برای ابو سعید الخدری که یکی از اصحاب پیامبر حضرت رضی الله عنه تعریف کرد، بیا من همچین خوابی دیدم. خواب دیدم که آسمان شکافته شده، درهای آسمان باز شد، من در داخل آسمان رفتم و درها همه بسته شد و دیگه هیچ منفذ ورودی نداشت یا خروجی نداشت. و بعد خودش هم اشاره کرد که من فکر میکنم ای ابو سعید این منظور اینه که من به شهادت خواهم رسید. بالاخره هوا روشن شد و دوباره میدان جنگ شکل گرفت، اما شرایط همونجوری گفتیم کفه ترازوی جنگ به نفع مسیلمه کذاب و طرفدارانش بود. تعدادی از مهاجرین گفتن که خب حالا انصار هستن. یک تساهلی در بین مسلمانان پدید اومده بود. از اون بر قدرت و سهمگینی، قدرت میشه گفت توانمندی نیروهای مسیلمه کذاب، از این بر تقریبا هر قبیله‌ای و هر منطقه‌ای به خودش واگذار کرده بود، میگه فلانی میجنگه. چیزی شبیه به این شاید در اون تاریخ که اینجا حتی ما یادتون باشه در مورد برای ابن مالک انصاری گفتیم، در مورد خالد گفتیم که اومد هر انصار و مهاجرین رو جدا کرد و هر گروه رو جدا کرد، گفت حالا شما از خودتون چیکار کنید، یک قدرت و نمایشی رو به نشون بدید در این میدان جنگ. ببینید الان زمانیه که اگر شما الان از اسلام دفاع نکردید، از این حریم امنیت مردم دفاع نکردید، دیگه فردایی وجود نداره. عباد ابن بشر هم عملا همینجوری شد. عباد ابن بشر رفت در یک نقطه مرتفعی ایستاد و نگاه کرد، گفت ای مردم گوش کنید، ای انصار، امروز باید شما خودتون نشون بدید نسبت به بقیه مسلمانانی که در این میدان جنگ هستن. غلافهای شمشیرتون رو بشکنید و این رو بدونید که اگر امروز شما از اسلام دفاع نکردید، فردا هیچ بهانه‌ای برای شما وجود نداره و اگر هر آسیبی اسلام و مسلمانان ببینن به عهده شماست. و این همچنان صدا میزد، تشویق میکرد تا 400 نفر از جوانان انصار اطرافش جمع شدند. ثابت ابن قیس، برا ابن مالک، ابو دجانه، کسی که شمشیر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دستش بود. بالاخره برا ابن مالک عباد ابن بشر به همراه برا ابن مالک انصاری و ابو دجانه و دیگران ثابت ابن قیس حمله کردند به عمق سپاه دشمن و همچنان سپاه رو میشکافتند یکی پس از دیگری و دیگه سایر گروه‌های مسلمانان هم به همین صورت. این بود که دیگه نیروهای مسیلمه کذاب احساس وحشت کردند. یک باغی بود با دیوارهای بلند که معروف هست به حدیقة الموت، باغ مرگ، به اون پناه بردن و درها رو بستند. و مسلمانان تونستن اونها رو تا اون لحظه به اون مرحله چیکار بکنن؟ شکست بدن و عقب بنشونن. و اینجا اون عظمت و شوکت مسیلمه کذاب و دار و دستش همه به هم ریخت. اما در کنار دروازه های همین باغ حدیقة الموت جسد عباد ابن بشر رو میشه دید که پر از ضربات شمشیر و نیزه است و
به شهادت رسیده، تا جایی که میگفتن که اصلا نمیشد اون رو بشناسن، بس ضربات شمشیر و نیزه بر بدنش فرو رفته بود. در هر صورت اون چیزی که نقل میکنن مورخان، میگن ایشون از بزرگان صحابه حساب میومد، شخصیت محترم و قابل اعتمادی هست، تا جایی که امام ذهبی ایشون رو جزو نشانه های صحابه میدونه، یا اون علائم ویژه یا افراد سرشناسی که در بین صحابه بودن، شجاعانی که در موردشون به نیکی نقل شده، به عبارتی جزو شجاعان عصر پیامبر حساب میشه، که نقل میکنه امام ذهبی که ایشون در جنگ بدر، احد، خندق و حدیبیه و تبوک و سایر جنگ ها با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همراه بود، تا جایی که در شجاعت ایشون زبان زده عام و خاص بود و حتی اینقدر این شجاع بود که یک زمانی در مورد عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول که رأس منافقان بود، که یه روز که دیگه خیلی دیگه واقعا فتنه ایجاد کرده بود، عمر رضی الله عنه به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم: یا رسول الله، همین عباده ابن بشر رو بفرست تا اون رو دیگه به درک واصل کنه، تا اینقدر دیگه علیه شما اینقدر به قول معروف توطئه و چیز نکنه علیه مسلمانان، که دیگه این نفاقش رو به حد رسونده. البته پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خب دست نگه داشت، گفت اگر ما این کار رو بکنیم، چون منافقان درونشون بودن، میگن رسول خدا صلی الله علیه و سلم به یارانش وفا نکرد که داستانش بماند. در هر صورت کتاب تاریخ پر است از قهرمانی های عباد ابن بشری که نقل شده و حتی بحث نگهبانی رو هم ما خدمتتون نقل کردیم که ایشون چگونه نگهبانی میکرد و چگونه حفظ میکرد شرایط رو. یک نکته‌ای که خیلی جالبه که میگه که ایشون حتی در جنگ خندق از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نگهبانی میکرد و مواظب بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آسیبی نبینه و جزو کسانی بود که همیشه سعی میکرد که در کنار پیامبر باشه. در جنگ تبوک هم پیامبر ایشون رو در رأس نگهبانان قرار داده بود برای حفاظت شرایطی که در اونجا وجود داشت. حالا قسمتی داستانهایی بود کوتاه ما که هدف اون گفتیم جوانان و نوجوانان، از داستان عبدالله بن بشر خوندیم. تا روز دیگه و داستان دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.